تو خود کار میکنی، زحمت میکشی، تلاش میکنی، تجارت میکنی به خاطر فرزند، به خاطر خانواده، به خاطر ملت، به خاطر مردم. در مورد خودت از خدا ترسیدی؟ صدای درد درونی خود را کدام روز شنیدیم؟ خود او روز باز نه پدر به دردت میخوره، نه مادر به درد ما میخوره، نه دوست و رفیق به درد ما میخوره، نه همسایه و قریب و خویشاوند به درد ما میخوره. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. در این روز برادر از برادر فرار داره، در این روز فرزند از پدر فرار داره، پدر از فرزند فرار داره. تک تنها در میدان میمانی. والله که در پهلوی جز خودت عملت کسی دیگه باقی نمیمونه، کسی دیگه در پهلویت نمیباشه. ما نه تنها یکی را در سرای آخرت تجربه میکنیم، در این دنیا که همه رفته نامت از رئیس سب، از مولوی سب، دکتر سب به جنازه تبدیل میشه. کسی صدای تو لگه بشنوه. فرزندا در تقسیم مال فکر میکنن، اما کسی که زیادتر دوست داره و بیشتر سرت خاک میاندازه. یک دو روز مردم نسبت به تو درد خواد کشید، 3 روز 4 روز، نهایتا خانواده 2 ماه 1 ماه بعد از اون نامتم از صفحه موبایلم پاک میکنن. خودت میمانی و عملت. از امو خاطر الله در سوره مائده آیت 105 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مردم فریاد خود بشنوید، مراقب خودتان باشین، در حق خودتان از خدا بترسید.